سلام، شما خوبین؟ امروز آوردمتون به کارگاه حمید شورتی که تو کارگاهش پشت زش گذاشتی کسی شلوار نپوشه. در این کارگاه حمید شورتی با فرمول تتو شده زیر شورتش مام زیر بغل رو در یک حرکت تاکتیکی به کنزید عسلی تبدیل میکنه که خواصش برابر با خواص کولونوسکوپیه. سوال کرده بودن آزمایش کولونوسکوپی آیا آزمایش از خونه؟ نه عزیزم، آزمایش از اونه. فرموده بودن ما از سوزن میترسیم، آمپول داره؟ نه جانم، آمپول نداره، فقط سارمت شیلنگ داره. بعد از خوش شدن محصول اونا رو گلگلی میکنن و وسط پای رحیم شورتی میذارن که به محصول بو بده و برشته بشه. بعد که برشته شد میدن به بلال آتشی و اونا رو میبره خمیرشون میکنه. در مرحله بعد کف توالت عمومی ترمینال بمبئی کریم زانو طعم آسمانی رو به خمیر اضافه میکنه. طعم آسمانی وقتی به شلوارش اضافه شد که یکی از گاوای معبد رید رو زانوش. اصلا اینجوری نیست که این خمیرا رو به هر لولی بسپارن. اول تست میگیرن ببینن طرف بلل نی. به خاطر همین از خبره ترین جسکارای بمبئی کمک گرفتن که با شمشه هاشون بیان تا خمیرا حسابی تراز در بیاد. اساتید گشکار تصمیم گرفتن که یکم ابزار روی محصول بزنن. به خاطر همین خمیر رو به شکل جدول فاضلاب به برون شهری در میارن و از آزیلای تاریخ گذشته اد که تو کابینت مونده بوده و بوسک گرفته لاش میریزن. تعارف نمیکردید بابا، یه ذره میریدید توش یارو تا بخوره بمیره. زش کش کردن در مرام شیرمردان نیست. در مرحله آخر کریم با زانوی مقدسش خمیر رو ساتوری میکنه و یکم شاش گاو روش میریزن که هر کی بازنش دعوا شد یه دونه بدن بخوره. خدایافظ.